در گلزار بلبل به قفس افتاده است گل به دستی باغبان دستی به دست افتاده است طوطی در گلزار بلبل به قفس افتاده است های هر گل که شکوفد لبی خندیده ما های هر چشمه که جوشد دل جوشیده ما های هر برگی خزان تیر ماه میرزد های ای کم هوسی گلهای ناچیده ما گل به دستی باغبان دستی به دست افتاده است طوطی در گلزار بلبل به قفس افتاده است گل به دستی باغبان دستی به دست افتاده است طوطی در گلزار بلبل به قفس افتاده است های من بلبلم و فتاده دور از چمنم های در شهر خودم مسافری به وطنم های من یک هوزارم تو گلی انجمنی های دل از تو ندانم بکنم یا نکنم گل به دستی باغبان دستی به دست افتاده است طوطی در گلزار بلبل به قفس افتاده است گل به دستی باغبان دستی به دست افتاده است طوطی در گلزار بلبل به قفس افتاده است گل به دستی باغبان دستی به دست افتاده است طوطی در گلزار بلبل به قفس افتاده است. درود دوستان عزیز، ما در یک فضای دلنشین امروز تصمیم گرفتیم که با هنرمندان انسمبل ترانه و رقص غنچه ناحیه عبدالرحمن جامی یک برنامه دلنشین را پیشنهاد شما گردانیم. برنامه گنجور است و این برنامه با یک ترانه دلنشین آغاز گردید و تصمیم گرفتیم که همین گونه ترانه های جذاب مردمی را در این برنامه پیشنهاد شما گردانیم و هنرمندان ناحیه عبدالرحمن جامی برای ما امروز ترانه های زیبا خواهند خواند. این ترانه‌ای که حالا در آغاز برنامه پیشنهاد گردید چی ترانه است؟ من مال کی است و چقدر وقت است که شما این ترانه را بازخوانی میکنید و از کجا آمده است؟ این ترانه‌ای که پیشکش تماشابینان تلویزیون سفینه گردید البته که رباعی‌های خلقی است و مال خود هنرمندان انسمبل ترانه و رقص بخش فرهنگی مقامات اجرایی حکومت دولت ناحیه عبدالرحمن جامی است که با آهنگ در آوردن برای احیا نمودن سرودهای عنعنوی و رشد نمودن من همین گونه سرودهای ژانرهای بله پیشکشی تماشابینان گردید. این ترانه یعنی در بخش فرهنگ و من در انسمبل شما همین گونه هنرمندانی هستند که در رویه سرودهای مردمی در رویه سرودهای خلقی ترانه ایجاد میکنند؟ بله وقتی که هنرمندان گذشته ما به مانند استاد گریز عبدالرحمن حکیم زمان حلیم عبدالرزاق چنین ترانه ها را که زمزمه می نمودند هنرمندان بخش فرهنگ از شنیدن این گونه ترانه ها لذت برده الهام گرفته امروز برای دوام دادن هنر صنعتکاران گذشته ما تصمیم گرفتن و چنین ترانه ها را زمزمه می نمایند. این ترانه مال کدامی از هنرمندانی که اینجا نشسته؟ این ترانه مال گلدختران انسمبل ترانه و رقص غنچه بخش فرهنگ مقامات اجرایی حکومت دولت ناحیه عبدالرحمن جامی مطلوبه سفر و در اینجا من سفر و خیرنسا و یوسف آنیگینه که ترانه را بازخوانی کردن ایجاد نمودن با آهنگ در آوردن بسیارتر با در یک جایگی برای چنین تولید چنین ترانه ها گلدختران ما سعی کوشش نموده در یک جایگی با انسمبل ترانه و رقص غنچه راهبر انسمبل من حلیم محمد شریف کار میکنم. تشکر زیاد. فکر میکنم از همین گونه ترانه ها بسیار داره دیگر در خزینه خود. البته که چخیلی که قید نمودیم برای احیا کردن هنرهای مردمی و زنده نگاه داشتن چنین سرودها هنرمندان گذشته ما که کوشش و غیرت نموده بودند اکنون برای
ҳунармандони ҷавон мерос гузоштанд ва имрӯз мо давомдиҳандаи манамон ҳунару истеъдоди гузаштагон ҳастем ки дар ин ҷо устоди гиромиқадри мо ғайбулло мерганов ҳамчун собиқадори ҳунарманд ҳамчун собиқадори бахши фарҳанги ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ қарор доранд. яъне ҳамун мактабро аллакай интиқол медиҳанд ба наслҳои ҷавон. бале мо бисёртар аз устод пурсупос карда барои зинда нигоҳ доштани чунин таронаҳо ва ғанӣ гардонидани фонди манамин сурудҳои анъанавӣ фолклорӣ бо устодон ҳамкории зич дорем ва айни ҳол мехоҳем суруди навбатиро ки ном гирифтааст боғбон, яке аз ҳунармандони зиндаёди мо устод Абдуразоқ Халимов ин моли он кас аст ки сароида буд пешкаши бинандагони телевизиони Сафина мо ҳам мешунавем бо дили ҷон. марҳамат. سیری باغت آمدم باغ را خوشا من سیری باغت آمدم من به باغت کار ندارم گل تماشا آمدم من به باغت کار ندارم گل تماشا آمدم باغبان گل بودم از باغ نکندم یک تا گل باغبان گل بودم از باغ نکندم یک تا گل باغبان آمد مرا خاری سری دیوار کرد باغبان آمد مرا خاری سری دیوار کرد باغبان بارا کشا من سیری باغت آمدم باغبان بارا کشا من سیری باغت آمدم من به باغت کار ندارم گل تماشا آمدم من به باغت کار ندارم گل تماشا آمدم رنگ زردی عاشقان چهره گلگونیار رنگ زردی عاشقان چهره گلگونیار هر دو رایت جا کنه بسیار زیبا می شود هر دو رایت جا کنه بسیار زیبا می شود باغبان بارا کشا من سیری باغت آمدم باغبان بارا کشا من سیری باغت آمدم من به باغت کار ندارم گل تماشا آمدم من به باغت کار ندارم گل تماشا آمدم آرزو دارم به دل که یار پیدا می شود آرزو دارم به دل که یار پیدا می شود در گلستان ایران سیر و تماشا می شود در گلستان ایران سیر و تماشا می شود باغبان بارا کشا من سیری باغت آمدم باغبان بارا کشا من سیری باغت آمدم من به باغت کار ندارم گل تماشا آمدم من به باغت کار ندارم گل تماشا آمدم من به باغت کار ندارم گل تماشا آمدم. تشکر زیاد، خیلی زیبا بود. اگر توجه کرده باشید همین سرودهای مردمی فولکلوری یک خصوصیت خاص دارن. مثلا وقتی سرود رو میشنوی یک سوژه خاص در پیش نظر میاد، یک منظره خاص در پیش نظر میاد. خاصه هم سرودهای لیریکی فولکلوری ما مانند همین باغبان که الان وقتی میشنوی همون منظره هم حالت در پیش نظرت پیدا میاد. انا ببینید فرقت جان که بسیار خوب قید کردید. استاد زنده یاد ما حلیموف عبدالرزاق در برابر هنرمند سراینده نوازنده بودنش همچون دیرکتری باغ فرهنگی ناحیه کار و فعالیت میکرده است. در وقتی که با باغ میدراید همین مصر همین چخیلی که شما حالا قید کردید یک الهام یک روح الهامی تازه خیلی به همگان معلوم است که وقتی در باغ میدراید چگونه طبیعت زیبا دارد همون یک روح الهامی تازه به استاد میبخشد و بعد همین مصرع ها ایجاد میشوند. در حال در
روی کاغذ بله در روی کاغذ میارند و بعد همین سرود را زمزمه میکنند در اتاق کاری خود زمزمه میکنند و میشود یکی از سرودهای مشهور که تا امروز ما دوام دهنده هنر و استعداد استاد علیموف عبدالرزاق هستیم و این سرود را در چهاربینیای این سرود نه تنها در همین منطقه، این سرود در تمام کشور مشهور است. من زیاد سرود رو شنیدم و چنانکه که گفتم گاهی از زیاد بازخوانی شدن، از زیاد مشهور بودن بعضی ترانه‌ها مؤلفان رو فراموش می‌کنیم که مؤلف اساسی که مؤلف اساسی همین سرود خیلی که من اینجا استاد غیب‌الله مرگانوف باز حضور دارند. خودی با استاد ما چندین سال کار فعالیت نمودیم و از اون کس کورسان هم شده بودیم. همین گونه با ما شهر داده بودند که وقتی که در باغ وارد گشتم و یک روح الهام تازه به من بخشید و همین مصرع‌های شعری ایجاد شدن و با آهنگ در آورده پیشکش مخلصان گرداندند. بهترین عالی. با چی ترانه داره؟ سرود نوبتی از استاد دیگر که این زمان دوران پیری میراند، استاد حکیم زمان است که با نام جور شد. بله، یک سرود عجایب است که استاد حکیم زمان سراییده است و خیلی که گفتیم بعداً هنرمندان بخش فرهنگی نویه برای احیا کردن این و زنده نگاه داشتن این سرود در چهاربینی ها پیوسته این سرود را زمزمه می نمایند. این زمان ما می خواهیم که این سرود جور شد را پیشکش سال جور است؟ نباشد جور شد رو می خواهیم. رفتیم. جور شد گوشکی تنبور شد. جور شد گوشکی تنبور شد. گوشکی تنبور شد هی خانه زنبور شد. گوشکی تنبور شد هی خانه زنبور شد. اوی دویدی منو زیمن سلامت باده. اوی جانو دل من فیدای نامت باده. اوی من به تو نفس نمیگیرم در عالمه. اوی گر به من نفس گیری حرامت باده. جور شد گوشکی تنبور شد. جور شد گوشکی تنبور شد. گوشکی تنبور شد هی خانه زنبور شد. گوشکی تنبور شد هی خانه زنبور شد. آی من میروم و نگار من میماند. آی صبر از دل بیقرار من میماند. آی در عین جوانی نظر بر ما کنی. آی دنیا گذران از تو همیش میماند. جور شد گوشکی تنبور شد. جور شد گوشکی تنبور شد. گوشکی تنبور شد هی خانه زنبور شد. گوشکی تنبور شد هی خانه زنبور شد. های جانانم بهار شده است کی می آیی. های وقتی گلی خار شده است کی می آیی. های تو وعده به برفای زمستان دادی. های برفا همه آب شدند کی می آیی. هی جور شد گوشکی تنبور شد. جور شد گوشکی تنبور شد. گوشکی تنبور شد هی خانه زنبور شد. گوشکی تنبور شد هی خانه زنبور شد. جور شد گوشکی تنبور شد. جور شد گوشکی تنبور شد. گوشکی تنبور شد هی خانه زنبور شد. گوشکی تنبور شد هی خانه زنبور شد. و اینجا ما یک نفر دیگر رو دعوت کردیم با طبق رقص میکنن. یکی از رقصهای خیلی مشهور. بله، این استاد
رستمов محمد رجب است که به نهایت برای من همین سهم ارزنده برای رقص های فولکلوری سهم ارزنده دارد که در نزد شما این زمان با طبق خود نشسته است. بسیار یک رقصی زیبا دارد بله با نام طبق، رقصی یگانه طبق. شما با طبق رقص میکنید؟ این چگونه رقص است؟ از کجا یاد گرفتید؟ خب این رقص طبق رقص قدیمی است. بیشتر در معرکه و سرود ها اجرا کرده میشد، نه با طرز خود اجرا میکردن. و نظام جانش هم در همین معروضه‌هایش پروفسور ذکر میکردن که میگفتن که همین خیلی رقصی طبق است، در توی ها و سرود ها اجرا کرده میشود. همین رقص رو من کنجکاوی کردم و از استادم بهرام عرفانیش پرسیدم که این چه رقص باشد، همین رقص طبق صحبت میکنن که عجایب است. بعد کس گفتن که شما مهارت اکتوری دارید، همین میتونه که از تجربه همین برای با مهارت اکتوری اجرا کردن یا که رولی همون نقش پاو رو اجرا کردن آشپز رول آشپز. این رقص طبق هست، یعنی دعوت با آشی پلو هست. من با گفته استادم همین رقص رو کار کردم، در پیش رو نشان دادم، مخفول شد و همین رقص رو یکم بار در بستان ناحیوی اجرا کردم، چون که از پانتومیم یعنی ایمو و اشاره خبر نداشتن، گفتن این رقص معنا ندارد. بعد کمتر دلمانده شدم، گفتن که استادم گفتن که خیلی نمیشد. عمر فیمون زوادی کار میکردن، مدیری فرهنگ، گفتن مانده چی نشود، دلمانده نشود، خیلی ممکن با این بهش نفهمیدن هیچ گم ندارد. بعد در چیزی که چایخانه مشفقی تشریف آوردن، عزت‌الله سما گفتن که هنرمندا رو جمع کردن، گفتن که هست یگان هنرمند. من گفتم که خب من هنر را دارم. گفتن چه خیلی است که نشون دید، من همین رقص طبق نشون دادم. اون کس هم رقص طبق دیدن و با آغوش گفتن انا این رقص قدیمی است، از همون چایخانه مشفق آمده، چایخانه مشفقی همین رقص طبق مشهور شد. بعد از اون در سال 1987 رمزی بکل در فستیوال ایجادات خلق در شهر مسکو دعوت کردن، همونجا اجرا کردم. بعد از سال 1988 در فستیوال بین‌المللی من با همراه انسامبل بودیم، با رقص‌های بهترین اتحاد شوروی داخل شد. و سال 90 در فستیوال ایجادات خلق حضور ویشین ترانه‌های خلقی و ترانه‌های رقصی بود. در همون کنکورس در نامیناسی مؤلف رقص اجرا کردم و در خانه ایجادات ریسپوبلیکا رقص طبق ثبت شد. سال 91 در فستیوال بین‌المللی با همراه همین همشریک ها هم کسبانمون اجرا کردیم رقص طبق رو. من اونجا چی رول بازی کردم؟ فقط در کوچه ها با رقص طبق مخلص یعنی مخلصان رو جمع کردیم. شما میگن رقص کپ هم میتونید؟ بله رقص کپ هم رقص قدیمی است. این رو از سال 86 وقتی اکسپدیسیون طرف کلوب رفتم بدخشان، اکسپدیسیون رفتیم از طریق وزارت فرهنگ، در همونجا یک موی سفید بابای احتم محیدین احتم همون پرسان شدم، گفت که یک کس سوز میکرد کپگا، یعنی اونها سوز میگن، یعنی تقلید. بعد گفتم چه خیلی میگم همین خیلی با همونه چگونه میتونید برای ما یکن خیلی کپگا باید میکنن، نه که اونجا کپگا خیلی چی کرده نوازش کرده رقص کپگا اجرا میکردن. خب این طبق چگونه استفاده میبرید برای چرخ دادن؟ برای چرخ دادن خب تشکر زیاد، خسته نباشید. سپاس که امروز با حضور خود این برنامه رو رنگین کرده. دوستان عزیز یادآور بشم که ما برنامه گنجور رو از ناحیه عبدالرحمن جامی پیشنهاد شما کردیم با حضور هنرمندان محبوب این دیار و در انتهای برنامه رقص طبق رو یک جا تماشا میکنیم، همینجا با شما خیر خوش میکنیم. خیر.